شب تاریک، آسمان پر از ستاره. مکه در خاموشی فرو رفته است. اما در این شب حادثه رخ می‌دهد که حتی جهان جنها را تکان می‌دهد. این واقعه در زمان محمد صلی الله علیه و سلم رخ داد. در آن دوره جنها عادت داشتند که به آسمان نزدیک شوند و بعضی خبرها را بشنوند. اما ناگهان همه چیز تغییر یافت. هر بار که آنها می‌خواستند به آسمان بالا روند، شهاب‌ها مثل تیرهای آتشین آنها را می‌رانیدند. آنها ترسیدند و حیران شدند. گفتند چی روی داده است؟ چرا آسمان دیگر محافظت شده ایستاده است؟ آنها فهمیدند که در زمین واقعه بزرگی رخ داده است. آنها در اطراف مکه می‌رفتند تا ناگهان صدای شنیده شد. صدای آرام ولی پر از قدرت، صدای تلاوت قرآن. آن شب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواند. آیات‌ها در فضای شب